کردیم برای دریافت یک کار شرافتمندانه و مسئولیت پذیر. وقت کردیم و اعتماد کردیم سر سیستم انتایم و CV تان آوردیم و این دوتان در این اجتماع وجود داریم. احساس با مسئولیت که با فکر تامین نفقه برای خود و فامیل خود است مقابل است. در دنیای امروز پول پیدا کردن از راه مختلف ممکن است، ولی پول پیدا کردن از راه مسئولیت پذیری و خدمتگزاری و تلاش بسیار مشکل است. ناممکن نیست، مشکل است. نیاز به انتظار، نیاز به زمان، نیاز به تلاش، نیاز به دانش، نیاز به مسئولیت پذیری، نیاز به اطاعت پذیری، نیاز به رعایت قواعد و اصول و مقررات و پرنسیپ‌های اداری و قانونی دارد. وقتی یک شخص در یک اداره مراجعه می‌کند به خاطر کار، باید بالاتر از همه چیز خود را بشناسد، توانایی خود را بشناسد، موقعیت و محیطی که می‌خواهد برود او را بشناسد، توقعی که از او است او را درک کند و توقعی که از اداره است او را بفهمد. بنابراین در چنین یک حالتی ممکن است که یک جوان بتانه به صورت شایسته و به صورت نسبتاً مدت طولانی در یک اداره کار کند. در غیر از او اگر ما بخوایم به یک اداره برویم و اینمی چند فاکتوری که بیشتر عرض کردم این را رعایت نکنیم، ممکن است همیشه سرگردان باشیم، کسل باشیم، مایوس باشیم، ناتوان باشیم و نتوانیم آنچه که توقع از ما است او را اجرا کنیم. یک نکته دیگر را باید فراموش نکنیم که ادارات در مجموع، چه ادارات خصوصی است چه ادارات دولتی است، با وجود از اینکه یک تعداد اشخاص در راستشان است و منیجمنتشان میکنه و مدیریتشان میکنه و سرمایه گذاریش را تامین میکنه، ولی رسالتشان اجتماعی است، رسالتشان عام است، مسئولیتشان برای همه مردم است. یعنی ما نمیتونیم در یک اداره کار کنیم که او اداره جدا از آرزوها و خواسته ها و اصول و قواعد مردمی و قانونی باشد. ما نمیتونیم در یک اداره کار کنیم که تنها برای خود بیاندیشیم و برای او اداره بیاندیشیم. ما میتونیم در یک اداره کار کنیم که برای همه بیاندیشیم که اهداف این اداره چی است، چی خدماتی را ارائه میکنه و فایده از این خدمات برای مردم چی است. در چنین یک حالتی روحاً ما آرام میشیم و تلاش ما بیشتر میشه. ما امروز شما را دعوت کردیم به خاطر یک هدف بسیار مهم و توقع ما قبل از اینکه من یک هدف برای شما تشریح کنم این است که همه شما با حرفای ما دقیق متوجه باشین و توانایی خود درک کنین. ببینین ما 100% یقین دارم که شما که اینجا مراجعه کردین 90% شما به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر تامین نفقه خود و فامیل خود و به خاطر رفع نیازهای روزمره میخواین برای خود کار پیدا کنید. اما کار وابسته به توانایی است. در هیچ اداره شما نمیتونین بروین که در اونجا برای شما 10 روپیه امتیاز بده و شما 90 روپیه عاید نگیره. هیچ اداره در سطح دنیا پیدا نمیشه که شما عاید بیشتر نگیره و برای شما امتیاز بده. هر منیجمنت، هر اداره، هر مؤسسه‌ای که تادابش مانده شده بر اساس قاعده‌های مفاد و منفعت مانده شده. بنابراین اگر ما امروز کسی را استخدام میکنیم او به این مفهوم است که او شخص باید 10 روپیه برای ما 90 روپیه برای ما مفاد بیاره که ما برای 10 روپیه 20 روپیه مفاد بده. با توجه به این حرف یا این فرمول واضح و روشن و ساده ما میخوایم که شما توانایی خود درک کنید.
که نشود کسی را ما بپذیره که خدای ناخواسته در جریان یک هفته یا خودش کسل شود از مسیر برایت با توجه به ناتوانی که دارد و یا ما او را پاسخ بده جوابش بده و امتیاز یک کس دیگر را هم بگیره که این باز یک جفاست در حق همکار و یا وطن خود. یک شخص دیگه ای که مستحق است متاسفانه به نسبت ضیقی وقت به نسبت مشکلاتی که وجود دارد ما نمیتونیم تشخیص کنیم و نمیتونیم که او را انتخاب کنیم. کسی را انتخاب میکنیم که متاسفانه در مسیر کار احساس میکنیم که از این شخص چیزی ساخته نمیشه برای ما در این پوزیشن، در این سیستم، در این بخش. بنا ناگزیر هستیم او را چنج کنیم یا عوض کنیم و کسی دیگر عوضش بریم. باز در اون یک حالت امتیاز یک آدم مستحق از دست ما میره. ما دو برنامه داریم که را خدمت شما عرض میکنیم و برای هر دو برنامه ما تیمی خوبی برای بازاریابی به کار داریم. تیمی که با صفاتی که قبلا گفتم با ادب باشد، با مسئولیت باشد، با فهم باشد، پرتلاش باشد، صادق باشد و در بدل امتیاز ناچیزی که برایش یک اداره یک مؤسسه میده در بدل از او کار زیاد بکنه. یکی از بزرگای علم بازاریابی میگه هیچ شخصی نمیتونه که فروشنده باشه. هیچ شخصی نمیتونه که فروشنده باشه که خنده بر لبش نباشه. یعنی خنده بر لب بودن عبارت از مسئولیت پذیری، درک درست، تحلیل درست، فهم درست، تشریح درست و جذب بهتر مشتری است. ما در بازاریابی سه چیز بسیار ضرورت داریم که داشته باشیم. اول پیدا کردن مشتری است. ما باید مشتری رو پیدا کنیم. مشتری ما کی باید باشد که ما بتانیم جنس خود سر از بفروشیم. دوم نگاه کردن مشتری است. وقتی که ما مشتری رو پیدا کردیم باید مشتری رو با خود نگاه کنیم. و سوم مشتری که از ما با هر دلیلی از ما به قهر میشه، خفه میشه، فاصله میگیره، پس دوباره جذب کردن از او است. کار بسیار پرمسئولیت و سنگین است. ساده نیست. ما اول برای شما مفکوره ریختیم. دوم ما شما را خبر کردیم، شما را خواستیم آماده اینجا. سوم ما شما میخوایم استفاده کنیم. و طور استفاده کنیم که شما را از دست نده و شما ما را از دست نده و اردوی ما منافع ببره. چون وقتی اردوی ما نفع بردیم این نفع اجتماعی میشه، نفع مردمی میشه. امروز اگر در نتیجه کار 10 نفر از شما این سیستم رشد میکنه بهتر میشه، فردا 10 نفر دیگه در این سیستم اضافه میشه، پس فردا 20 نفر دیگه زیاد میشه و با این شکل سطح بیکاری و سطح کمکاری و سطح سرگردانی ما کم میشه و یک خدمت اجتماعی میشه. بنابراین اگر ما وارد یک سیستم میشیم و تلاش نمیکنیم و زحمت نمیکشیم و او سیستم رو به موفقیت نمیرسانیم، او سیستم رو به سوی رکود میبریم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همون سیستم اول داشته های خود از دست میده. مثل که این مسئله های شما رو پیشتر خواندم. اکثریت شما یک تعداد زیاد شما کارهای خوبی داشتین، در جاهای مختلف کار کردین، با مؤسسات خارجی کار کردین، با مؤسسات داخلی کار کردین، با نهادهای مختلف کار کردین، معلم بودین، انگلیسی درس دادین. ولی در مدت سپری شدن زمان و مشکلات اقتصادی که برای اون سیستم ها اومده شما را جواب دادن. مثل که ما کارمندای خود در گذشته ها جواب دادیم. ما در یک روز در نمی تالار 70 نفر کارمند جواب دادیم.
خیلی سخت بود سر ما که 70 نفر کارمند جا بدیم، ولی چاره نبوده. همون یک ضرور مسئله مشهور افغانیسم میگه او که به گلو آمد بچه به زیر پای است. این رو باید همیشه باید داشته باشیم. بینان جوانان عزیز، بخش اول ما بخش بازاریابی برای خدمات آنتایم است. آنتایم یک شرکت خدماتی و مشورتی است که تازه در افغانستان در کابل پایه‌گذاری شده. هدف از این شرکت ارائه خدمات و مشوره برای مردم است تا مردم راه‌های درست و معقولی را به خاطر انتخاب زندگی تحصیلیشان، زندگی سرمایه گذاریشان، زندگی مهاجرتشان و زندگی سیاحتشان طی کنند. شما اگر تلویزیون افغان دیده باشین، اعلانات مختلفی از آنتایم نشر میشه. مثلا یکی از اعلاناتی که ما داریم پروژه های تحصیلی برای جوانان است. ما میفهمیم که 90% از جوانان ما یا 85% 80% جوانان ما توانایی از این نداره که بره با پکیجی که ما داریم بره تحصیل کنه. ولی 20% از جوانایی که وجود دارن، اونایی که پول دارن، اونایی که امکانات دارن، اونایی که مسئولیت نفقه فامیل به دوششان نیست، پدرایشان پوزیشن‌های خوب دارن، برادرایشان پوزیشن‌های خوب دارن، عاید خوب دارن، اونا هستن در جامعه ما. مسئله دیگر، یکی از برنامه‌های ما برای معرفی جوانان این است که جوانان برای به خارج از افغانستان تحصیل کنند. و این یک خوبی دیگه چی است که پانتون‌هایی که در داخل افغانستان است که کاستایشان بسیار خوب است، خوشبختانه بسیار کم است، بسیار خوب است، با از اینا یک رقابت بسیار خوب میشه. برای از اون سهولت‌های بهتر میسر میشه، خدمات بیشتر میسر میشه و منافع بیشتر میشه. بنان این کاری که ما میکنیم ولو که تعداد کمی از مردم رو جذب کنیم، خوشبختانه خیلی راضی هستیم. تا فعلا بیش از 5-6 نفر از مسئولین پانتون‌ها و مکاتب با ما تماس گرفته و احساس تشویش کرده. شما چیکار میکنید؟ ما اینجا دیروز یکی از دوستا ما گفت که مثلا بیش از 738 مکتب و در معلمین و امثال از این دفعه گفت ما جواز داریم از وزارت معارف، یعنی حدود 500 مؤسسه تحصیلات عالی و خصوصی و تحصیلات متوسطه در کابل تنها وجود داره. با این کارا نمیشه که اینا سکوت کنه. گفتم نه، اصلا شما سکوت نمیکنین، شما بهتر هم میشین. شما احساس میکنین که یک جوان چرا میره در این درس میخوانه و در کابل درس نمیخوانه. شما میرین وضعیت پانتون هند مطالعه میکنین، چی بیتری داره، چی خوبی داره و شما چی کمبودی داره. با او تفاوت‌ها را میسنجین، خدایار میسازین با توجه به امکاناتتان. و برای جوانا ذهنیت میدین که او جوان تو وقتی میری به هند 8 سال 4 سال درس میخوانی $8,000 میده، اینجا 4 سال درس میخوانی $2,000 میده. و $6,000 تفاوت است. خب اگر $6,000 به 2,000 تفاوت برسانی یا به 4,000 تفاوت برسانی، 2,000 دیگر سر سیستمش مصرف کنه، خیلی به نفع جوان است. چون جوان اینجا 2 سال درس میخوانه، 8 سال دیگر میره همراه فامیل خود کار میکنه، یا دکانداری میکنه یا کدام تجارت دیگه میکنه. بنابراین یکی از برنامه‌هایی که ما داریم پیدا کردن جوانانی که توانایی رفتن به درس خواندن برای کشورهای مختلف به خاطر ادامه تحصیل دارند. یکی از مسئولیت‌های شما داره کی یادداشت کنه. کی میتونه در این مسیر جوانان را قناعت بده، فامیل‌ها را شناسایی کنه، شخصیت‌ها را شناسایی کنه و همراه از اونها تماس بگیره و بگه که برادر ما هم چی یک پکیج داریم. امروز در دنیای امروز مارکتینگ نقش اساسی و کلیدی در بازاریابی یا مارکتینگ فیس تو فیس یا رو در رو اجرا میکنه. بنان هر قدر اگر از طریق رسانه‌ها تبلیغ شود، از طریق مراجعین مختلف تبلیغ شود، از طریق شنونده‌ها و بیننده‌ها تبلیغ شود، مثلا میاد همین که مردم خبر است که والا پروژه تحصیلی برای هند یا برای شهر دیگه وجود دارد، اما نقش کلیدی در این گفت مارکتینگ روبرو اجرا میکنه که باید ما بریم
یک شخص را قناعت بده. تو برادر، تو که امکانات داری، پیسه داری، علاقه داری و میخوای تحصیل کنی، بنان بهترین چانس تحصیل اینجا هستن. 1 2 3 4 5 6 برتری دارن، 1 2 3 4 5 خوبی دارن، 1 2 3 4 5 امکاناتی که تو داری از این امکانات استفاده میکنی. بخش دوم ما مارکتینگ برای سرمایه گذاری است. این حتمی نیست که وضعیت امنیتی افغانستان خراب است و مردم افغانستان میخواد برای در خارج سرمایه گذاری کنه. این حرف واقعی و حرف دائمی نیست. شما امروز میبینید در همه کشورهای پیشرفته دنیا که میرین، متمدن‌ترین مردم دنیا آمادن در اونجا سرمایه گذاری کردن. مثلا دیشب من یک موضوع را میخواندم، تنها در شهر استانبول 4685 آلمانی آمادن با فامیلشان اونجا زندگی میکنن و سرمایه گذاری میکنن. از جمع 1,25,470 نفری که در استانبول سرمایه گذاری کرده، یعنی خانه خریده، ملک خریده، از جمع 1,25,000 نفر حدود 5,000 نفرش تنها آلمانی هستند. 60% از این افراد مردم عربستان سعودی، مصر، لیبیا، کویت، قطر، عمان، امارات متحده عربی و امثال هستند. به خاطر که امروز دنیا یک قدر به هم نزدیک شده که همه انسان ها کوشش میکنه به خاطر انسان ها کار کنه، به خاطر رفاه انسان ها کار کنه و به خاطر آسایش خود و فامیل خود کار کنه. بنابراین هر کسی که احساس میکنه که فکر بهتر دارد، پیسه بهتر دارد، توانایی بهتر دارد و میتواند به یک شهر بهتر برود و در اونجا بزنس و کاروبار خود برا بیندازد، میخواهد حرکت کند و برود. یکی از بدبختی های ما مردم افغانستانی هستند متاسفانه که ما همیشه کوشش کردیم در داخل کشور خود ماندیم. کسایی که کم استعداد و توانایی پیسه پیدا کردن داشتند. شما اگر این دوباره مثال برای شما بیاریم، شما برین اگر ایسایی ها را بخوانین، امروز بیش از 10-15 میلیون پولدار هندوستان در خارج از هندوستان زندگی میکنن. اینا در خارج هندوستان پیسه پیدا میکنه و روان میکنه به هندوستان و در هندوستان مصرف میکنه و رقابت میکنه. به خاطر که اگر من 50 سال در افغانستان بزنس کنم نمیتونم خوب رقابت کنم به طور مثال، ولی اگر در یک کشور دیگه برم با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات و توانایی که دارم، در اونجا شاید بتونم بهتر، موثرتر واقع شم و پول بیشتر به دست بیارم و بیارم اینجا بهترین خانه ها رو بخرم، بهترین مارکت ها رو بخرم، بهترین هتل ها رو جور کنم، بهترین بیزنس ها رو برام بندازم و بیشترین مردم از این منافع ببرن. امروز در دبی از 3 میلیون نفری که زندگی میکند، 1,200,000 تن هندوستانی هستند. و در مرحله دومش پاکستانی است، مرحله دومش روسی است، چهارمش ایرانی است. بنابراین مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، رفتن به کشورهای مختلف از طریق سرمایه گذاری، خریدن خانه، ایجاد شرکت، راه انداختن بیزنس، این یکی از قاعده های است که امروز در دنیا مروج است. و هر کسی که در این مسیر گام ماند او موفق است. ما خواستیم در همین مرحله افغانستان که یک تعداد مردم زیر فشار امنیتی هستند، این پروسه را به صورت قانونی و شرافتمندانه چرا اندازی کنیم. بنابراین در مرحله اول فعلا ما 2 پکیج داریم. یک پکیج ترکیه داریم و یک پکیج مالزیا داریم. هر دو کشور دلالی توسعه، هر دو کشور با نفوذ، با ادب و با تربیه و مردم با مسئولیت، قوانین منظم، سطح جرایم بسیار پایین، سطح رفاه بسیار بالا، مصارف زندگی بسیار کم، بهداشت و تعلیمات بیمه شده. با این اساس برای از این 2 کشور به شمول امارات که سومی میشه، ما پکیج سرمایه گذاری برای مردم افغانستان داریم و کوشش میکنیم که یک تعداد مردم بره به خارج از افغانستان با فامیلشان، بدون فامیلشان، با سرمایهشان، بدون سرمایهشان، برن بزنس کنن، زندگی کنن و از این طریق عاید بیارن به داخل افغانستان. دولت‌های موفق امروز دولت‌هایی هستند که او بتانن به کشور خود مردم جذب کنن و مردم خود به کشورهای دیگر روان کنن.
دولت‌هایی نیستن که مردم خود در کشور خود نگاه کنه و دروازه خود بروی مردم دیگه کشورها بسته کنه. مثلا نمی برنامه‌ای که دولت ترکیه در ماه آگوست امسال سال 2012 را اندازی کرده و از جنوری 2013 عملی شده. دولت ترکیه پیش بینی کرده که در این برنامه 10 میلیارد دلار در طول سال 2013 به بودجه دولت ترکیه میاد. ببینید با یک پروژه کوچکی که یک دولت اعلان میکنه 10 میلیارد دلار به سرمایه ملی مملکت اضافه میشه در سال اولش. سالهای بعدیش در نظر بگیرید چقدر است. به این اساس متاسفانه فکرای خوب اقتصادی در کشور ما به نسبت جنگ و مشکلات جنگی فراموش شده و برنامه‌های وجود ندارد و همه ما و شما سرگردان هستیم. بنابراین باید ما از تجربه‌های دیگه مردم استفاده کنیم و تشویق کنیم مردم خود که برن مشارکت کنن و در اونجا هم سرمایه خود محفوظ کنن، هم سرمایه خود زیاد کنن و هم قسمت‌های اضافی سرمایه خود بیارن به داخل کشور و در اینجا برای مردم بزنس و سرویس ایجاد کنن. این پکیج دوم در بخش آنتین بود که سرمایه گذاری از طریق خرید خانه، ایجاد شرکت، راهاندازی بزنس متقابل با کشورهای مختلف، خصوصا هم مثل کشوری که برای شما نام گرفتم، مالزی، ترکیه و دبی. به ارتباط ببینید که چی توانایی را داره، چقدر میتونین تاجرها را، پولدارها را، مردمی که توانایی رفتن دارن اونا را پیدا کنین و امرایشان حضوری بشینین، صحبت کنین و صحبت‌های ابتدایی را انجام بدین و در مراحل بعدی میشه که ما هم امرایتان شریک شویم و برای از اونا بهتر و خوبتر تشریح بدیم تا بتانیم اونا را جذب کنیم، سرمایه‌شان، امکاناتشان برای سرمایه گذاری در خارج از افغانستان به خاطر منافع افغانستان. ایران باید فراموش نکنیم که این سرمایه گذاری به خاطر منافع افغانستان است. به خاطر که به طور مثال یک شخص با فامیل خود میره به ترکیه، وقتی که میره به ترکیه اونجا خانه میگیره یا فامیلش میمونه یا پس میایه، خب فرضاً فامیلش مون، بچه‌های شامل مکتب شد، خود شرکت واس کرد در اونجا، خب مثلا سطح بزنس به این رقم نیست که اون شخص بتونه در اونجا بره دکانداری کنه، خب حتما یک بیزنسمن است. میرن یک نوع براند میخرن، یک کمپانی را قرارداد میکنن، میارن به افغانستان، میگه خب اینمی پیسه ماست، میارن در افغانستان، در اینجا اون براند معرفی میکنه، یک دفتر اینجا ایجاد میکنه، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر کارمند برش استخدام میکنه، اما جنس میفروشه و در این مسیر رفت آمد میکنه. در پولی از اینکه رفت آمد میکنه، اول از اینکه سطح زندگی خود از او فامیلش بهتر میشه، سطح حرکت اقتصادیش خیلی موثرتر میشه. از ترکیه تا کابل وقتی جنس میرسن، صدها نفر در این مسیر مصروف میشه، از دریور گرفته تا موتروان تا گرینر تا گمرک تا مامور مالی و مصروفیت و شاروالی و امثال از گفا. و خوبی بهترش است که در اینجا باید مجبور است مثلا اول در کابل، دوم در ولایت کلانتر، سوم در ولایت بادی برای براند خود سیستم زنجیروی ایجاد کنه، مغازه‌های ایجاد کنه و در هر جای 4-5 نفر استخدام کنه. نهایتا می‌بینیم که در ظرف 5 سال شخص صاحب 150-200 نفر کارمند در داخل افغانستان میشه. یک از فایده‌اش. فایده دومش این است که این شخص وقتی میرن فامیل ازی، اقاربش، خواهرش، برادرش، کاکایش، مامایش، اقوامش سال یک دفعه، در 2 سال یک دفعه با دیدنشان میرن در اونجا و یک تغییر تنوع در رقابت، در رفت آمد ایجاد میشه و وقتی هر کس میرن به خارج از افغانستان برای دفعه اول برش بسیار جالب است که میرن یک نوع تنوع میبینن، تغییر میبینن، بهبود زندگی میبینن و امثال از این گفا. بنان همه این گفا مزایایی است که در دور منزل منافعش برای مردم افغانستان به شکل از اشکال میرسه. بخش دومی که ما داریم برای مارکتینگ و بازاریابی که امروز شما رو دعوت کردیم، من خودم منسی یک تاجر بسیار کوچک و پا افتاده جامعه یکی از براندهای ترکیه را خریداری کردم، آوردم به افغانستان و از یک قلمش شروع کردم و این رو میخوایم به چندین قلم برسانم. تصمیمی که من دارم چی است؟ من میخوایم با بیش از 5000 مغازه‌ای که در داخل افغانستان وجود دارد به شکل زنجیری کار کنیم. 2000 مغازه را در کابل، 3000 مغازه را در ولایت افغانستان تحت پوشش بگیریم و به شکل زنجیروی همراه از اینا کار کنیم. مواد مورد ضرورت از اینا را
20 قلم جنس مواد خوراکی و نوشیدنی را برای از اینا ما فراهم کنیم، تهیه کنیم با استانداردها با اساس پکیجینگ مارکت مروجه دنیای امروز و بزنس خوبی را در این مسیر برآ بندازیم. فایده ها و مزایای از این کار متفاوت هستند. اول نیروی کار زیاد میشه در این پروژه، یک تعداد زیادی از آدم‌ها داخل میشن. دوم از سرگردانی و مصارف بیجای دکاندارا و تجارت جلوگیری میشه. سوم مثلا قیمت‌ها تحت مراقبت و کنترل میه و چهارم رقابت خوب ایجاد میشه با بیزنسمن‌های دیگه و پنجم کارهای بهتر و خوبتر میشه و در مرحله بعدی خود ما میخوایم یک سیستم زنجیروی ایجاد کنیم که بتونیم بیزنس‌های مختلف را مدیریت کنیم. بنان یکی از این براندی که خدمت شما گفتم مثلا همین انرژی درینک بود که شما بیشتر مزهش چشیدین، نه؟ چطور بود مزهش؟ ها؟ راستی با کدام انرژی درینک ها مقایسه میشه در سطح شهر شما؟ ها؟ با مونستر دیگه؟ ردبول. کدامی که از این بهتر است که شما تا حال در شهر نوشیدین؟ راست بگوین. ببینیم یکی از حرفا در مارکتینگ راست گفتن است، خصوصا برای منیجمنت خود. یعنی امی لازم نیست یک انسان اگر شما سوالش مزه نمی انرژی که شما چشیدین، مزه کدام انرژی ها بهتر بودن در طول این مدتی که شما چشیدین؟ خوب بود ها؟ خب پس ما تلاش کردیم که یک انرژی نسبتاً با کیفیت متوسطه، نه خیلی خوب نه خیلی خراب، بیارن در مارکت و تا امروز هر کس که مزهش چشیده گفتن که خوب است. ما هم شکر خداست که یک چیزی به کیفیت نخواستیم که وارد کنیم و به یه سر کمپانی فشار وارد کردیم که این چیزی خوبه رو برای ما بده که حداقل چون مصرف کننده انرژی همه نسل جوان است. نه اطفال هستن، نه پیرمردا هستن، نه پیرزنا هستن. همه نسل جوان است، بچه‌های بشاش و خوشحال این جامعه هستن. بنان از این پروژه از این بخش شروع میکنیم که فقط وسیله رفتن به سوی جوان هستن. در این کار ما نجیب و فرم بیار بشیم. یک فرم ساختیم و میخوایم با اساس این فرم با تعدادی از عمده فروش ها، سوپرمارکت ها و دکاندارایی که در این بخش کار میکنن، یعنی مصروف فروشات نوشیدنی باب است، همراه از اینا یک نوع کانترکت یا قرارداد ایجاد کنیم. برای همین از دکاندارا یک نمبر میتیم، سریال نمبر میتیم یا آیدی نمبر میتیم که بر اساس همان آیدی نمبر این فرمشان خانه‌پوری میشن و در 10 ماده منفعت به نفع دکاندار و به نفع کمپانی ذکر شده امضا میشه و هویت دکاندار نزد ما رجستر میشه و بر اساس این برای دکاندار سرویس میده. ما آرزو داریم که با وسیله تیمی که شما از بین شما انتخاب میشه بتانیم این پروژه را در جریان 3 ماه آینده در سطح شهر کابل به صورت درست و موافقانه اجرا کنیم. بتانیم در سطح شهر کابل 1 الی 2000 دکانی که چقدر دکان به نظر شما فروشنده این نوشابه باب از کابل؟ بیشتر از چند؟ بیشتر از 20000 دکان مواد نوشیدنی میفروشند در سطح کابل. خب اگر از 20000 10% بگیریم 2000، اگر ما بتانیم با 2000 دکان از بالا تا پایین در نقاط مختلف شهر کابل یک زبان مشترک پیدا کنیم و بتانیم همین جنس خود بهتر برای از اینا بتیم، میفهمین فایده از این چی است؟ فایده از این خود بود که تا 6 ماه دیگه در کمپانی ما و شما بیش از 150 نفر مصروف کار خواهد شد با امتیاز خوب. یکی از فایده هایش این نمیخواد بود. وقتی شما میرین با مردم صحبت میکنین یکی از دلایل شما این خواهد بود که ما یکی از مشکلات جامعه ما بیکاری است و اگر به این شکل یک سیستم مدیریت شود، ایجاد شود، تنظیم شود، ما میتونیم 100%
100 150 200 نفر در یک سیستم معاش بدیم، نفقه بدیم. 150 نفر، هر نفر 10 نفر 1500 نفر. و گزار بعدی ما، مرحله بعدی ما باز تعداد از این با افراد بیشتر و بالاتر میرسه. بنان امروز از بین شما کسی را انتخاب نمی کنم. من تا یک ساعت دیگه سفر دارم. روز یک شنبه بخیر پس میایم. روز دوشنبه باز ما و شما با هم میشینیم و تا دوشنبه شما خوب چرتا و فکرایتان بزنین. این کاغذ را در اختیار شما میمانیم، از او پکی جای دیگه هم در اختیار شما میمانیم. شما ببینین تواناییتان کی میتونه خوبتر و پرتلاشتر کار کنه در این سیستم. یک فضای رفاقتی و رقابتی رو میخوایم ایجاد کنم و هر کس که توانایی داره برایش چانس میتیم و هر کس که توانایی نداره از پیشش معذرت میکنیم. اما توانایی وابسته به این است که پیش از اینکه چانس داده شود شخص باید شرطهای اداره را رعایت کنه. به طور مثال این جوان میگه که من توانایی دارم. خب برای این جوان میگم این فرم هم خودت برو در جریان یک هفته با 100 نفر مغازه‌دار کانترکت کن در یک مسیر مشخص، مثلا از کوتال به او طرف، مثلا کارت پروان، مثلا منطقه چلستون، هر جایی که تواناییش هستن خودش ارائه کنه. اگر این توانید 100 نفر دکاندار قناعت بده، با وجود از اینکه من مطمئن هستم به مجرد که این فرم به دکاندار بره، دکاندار بدون قید و شرط امضا میکنه، به خاطر اینکه این فرم چیزی نوشته نشده که به ضرر دکاندار است. ما جنس مفت به دکانش میبریم، جنس بدون پیسه به دکانش تحویل میدیم، بعد از اینکه جنس فروخت از پیشش پیسه میگیریم. جنسی که نفروخت پس جنس خود از پیشش میگیریم. قیمتش هم برش تثبیت کردیم که چقدر فایدهش هست. از اون قیمت بالاتر نمیفروشه، پایینتر هم نمیفروشه. کیفیت جنس هم برش نشان دادیم که از همه جنس ها اگه بهتر نبود بازم ما مسئولیتش داریم. بنام ولی تکرار میکنم به حرف قبلی خود که ما ضرورت به مارکتینگ رو در رو داریم. در این مارکتینگ رو در رو انتخاب شخص، تثبیت هویت شخص، اعتماد سر شخص برای ما بسیار مهم است. مثلا 20000 دکاندار از این است که از این پروژه ما، از این فرم ما بگیره، ولی ما رسیدگی کرده نمیتونه برش. ظرفیت از او پایینتر است نسبت به اینکه علاقه ما باشه که او باید برای ما کار کنه. و یا مثلا در بین مردم ما متاسفانه یک آدمایی هستن که فرصت طلب هستن، موقع طلب هستن، میخواین از سرویسی که برای ارائه میشه سوء استفاده کنن. بنان این وظیفه مارکتر است که او را تثبیت کنن که این آدم خوب است یا نیست، آدم اطمینانی است یا نیست، آدمی است که سر از این میشه اعتماد کرد برای از این جنس به قرض داد یا نه. هر شخصی که در بخش انرژی درینک توانایی دارد باید بتانه با 100 نفر دکاندار زبان مشترک پیدا کنه. فرم مال برای شما تشریح میشه، توضیح میشه، خود شما میخواد و مسئولیت هم 100 نفر دکاندار در مقابل اداره با دوش میگیره. اگر دکاندار مطابق این موادی که در این فرم نوشته است رعایت نکرد و مسئولیت خود، این کارمند باید جوابگو باشه که چرا انتخابش غلط کرد، چرا یک آدم غلطه، یک آدمی که هویتش مجهول است او را به اداره معرفی کرد. هر شخصی که میخواین در بخش سرمایه گذاری مارکت کند، بازاریابی کند، باید بتواند 5 نفر حداقلش در مرحله اول برای سرمایه گذاری پیدا کند و یا بر اساس ارقام و شواهد برای ما به اثبات برسانه که با 50 نفر میتینگ کرده، با 50 نفر سرمایه گذار، بزنسمن، کماندان، جنرال، رئیس گمرک، مستوفی، کسی که پول داره، با 50 نفر پول داره. بخش سرمایه گذاری ما و بخش محصولی ما با آدمای بی پول نیست. ما با آدمای سطح پایین در اون بخش کار نداریم، با آدمای سطح بالا و سطح تقریبا متوسط یا بالاتر از متوسط کار داریم.
یعنی او بخش فقط مخصوص آدمای پولدار است که میخواین سرمایه گذاری کنن یا فرزندای خود روان کنن برای تحصیل. بنان هر شخصی که در او بخش میخواد بازاریاب شود باید 5 نفر جذب کنه و 50 نفر برای ما بر اساس اسناد دلایل ارائه کنه که من رفتم همراه از اینا میتینگ کردم و نتیجه میتینگ من به اینجا رسیدم. این دلایل برایش گفتم، این دلایلش شنیدم آوردم. این دلایل از اینا رو ما بشنویم که چی میگن. مثلا یکی از بررسی‌هایی که ما در بخش محصولی کرده این رو برای شما میگم. تعدادی از مردم میگه که مثلا جوانا، یک جوان گفتم چرا نمیری؟ میگه من نفقه فامیل با دوشم است. هدف من گرفتن دیپلم است. ما در پانتون‌های افغانستان به خاطر راحت خوش هستم که 2 ساعت پانتون میخوانم، 8 ساعت دیگه میرم یا در دکان کار میکنم یا در یک شرکت کار میکنم یا در یک مؤسسه کار میکنم. پولی که از اون مؤسسه به دست میارم، پول مکتب خود تامین میکنم، پول پانتون خود تامین میکنم و قسمتش هم برای خود لباس میخرم و یا با فامیل خود کمک میکنم. بنابراین برای من راحت‌تر است نسبت به اینکه من برم $10,000 بتم برم در این تحصیل کنم. و یا میگه حتی برای من اسکالرشیپ دولتی میسر شده من نرفتم، به خاطر اینکه اگه میرفتم تحصیل ما خود مفت بود، رفتن ما مفت بود، اما اینجا ما در داخل شهر برای فامیل خود ضرورت داشتم که پول تهیه کنم. بنابراین این عوامل هم هستند که ما باید داشته باشیم در نظر که پیشتر هم براتون تشریح کردم. این عوامل و این اساس هم برای تحصیلی هم برای سرمایه گذاری افرادی به کار است که پیسه بیشتر دارن، پیسه اضافی دارن، پیسه که میخواین به وسیله پیسه خود آسایش برای خود و برای فامیل خود و برای فرزند خود فراهم کنن و این دو افراد باید جستجو کنیم پیدا کنیم. دیگه حرفای ما ختم است. اگر شما حرفی دارین بفرمایید، در غیر از او با هم رخصت میشیم. کسی حرفی نظری دارن بفرمایید. بخشید باید دوستان اگر کسی بخواهد طبق شواهد اینا نمبر که تو یا ایمیل آدرس اینا رو برشان نوشته کنن چطور یا مجبور خود شخص عکس یا فوتوکپی تصویر اینا کد داشته باشن. برای چی؟ برای دوستان کسی که میخواد سرمایه‌گذاری کنن. خب شما میرین با تاجر ملاقات میکنین، هویتش مکمل یادداشت میکنین. شکر شعار ما خیلی کلان نیست، تاجرها رو ما اینطور نیست که نمیشناسیم، یک پولدار هم میشیم ملاقات میکنیم، میریم برش تشریح میتین که برادر این فرمولهای سرمایه گذاری هستن، شما حاضر هستین از این فرمولها استفاده کنین یا نه؟ اگر حاضر بودین او رو دعوت میکنین، پروسش زیر کار میندازین. اگر حاضر نبودن نظریاتش میشنوین، یادداشت میکنین، من راپورتون رو برای اداره تقدیم میکنین که ما امروز رفتم با احمد والا مسئول فلانی بخش یا تاجر فلانی یا رئیس فلانی هر چیزی که هستن، رفتم روی از این پروژه سرمایه گذاری صحبت کردم، 1 ساعت نیم ساعت همراه 6 دلایل خود گفتم، مشاهداتی که از دفتر است، اسنادی که از دفتر است اینا رو برشان بردم، برای نتیجه صحبت ما این شد. خلاص تا اینکه ما مطمئن شیم که تو چقدر ظرفیت داری. تو بازاریاب یکی از خوبی‌هاش است که باید تو توانایی یا ظرفیت از داشته باشد که مثل عسکری که به جنگ میره و میفهمه که در مقابلش دشمن است و دشمن سرش فیر میکنه او رو میکشه، ولی باز هم سر دشمن تعرض میکنه، میره خیز میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر یک ارمان، به خاطر فتح کردن سنگر دشمن. بازاریاب هم باید نمی رقم باشه. بازاریاب باید بدون ترس، بدون تشویش، بدون شرم و با آمادگی کامل در فنش، در مسلکش، در مسئولیتش، آمادگی کامل به طرف یک کسی بره، به طرف هدفش بره و مقصدش بایدی باشه که هدف خود شکار کنه، هدف خود فتح کنه و امراه از او بجنگه و برای از او دلیل بگویه و منطق بگویه و استدلال کنه و او را وادار بازی بکنه که حرفایش قبول کنه و یا در مقابلش دلایل خود ارائه کنه. و یه حتمی نیست که بازاریاب موفق میشه 100%. بازاریاب به شکارچی میماند که وقتی به شکار میره از 100 فیری که میکنه 2 فیرش به هدف میخوره. یعنی همیشه شکارچی نرفته که فیر کرده همیشه کنجشکار زده باشه. شما باید شنیده باشین این قصه. اما همین که 2 گنجشک میزنه یا 2 تا ماهی رسید میکنه یا یک هاو رو در پشت خود میکنه میاره، همین موافقت همون شکارچی است. بنابراین بازاریاب هم با همین شکل هستن. دیگه کسی حرفی دارن؟ در بخش فروشندگی ما داریم در گشت میباشیم هر طرف چی سهولت ها برامون میباشه؟ سهولت های شما بعد از اینکه شما اینجا استخدام میشین برای شما فراهم میشه.
پیش از استخدام در مرحله تست برای شما هیچ نوع سهولت نیستن. شما فقط میرین فکرتان به کار میندازین، تواناییتان به کار میندازین، میبینید که چیکار کرده میتونید. شما از محیطی که خود شما انتخاب میکنین ماورای شما موافقه میکنه. درست است. در صورتی که ما موفق شویم در دوران تست، بعد از اینکه موفق شدیم برای شما فیصدی داده میشه، معاش داده میشه، ترانسپورتیشن در اختیار شما قرار میگیره، ترانسپورتیشنی که به خاطر کارهای رسمی هستن و امثال از این چیزایی که معمول هستن. تمام دلایلی که از دید ما ضرور بوده ذکر شده. شما با یک ورق از این فرم میرین و مسیری که میخواین انتخاب کنین. مثلا کتابچه نمیتونه یک کتابچه همراهتان هست، میرین در پیش یک سوپرمارکت والا فرم برش نشان میدین، میگین که برادر این یک فرم ما داریم، شما با می شرایط راضی هستین نیستین، هویت از رو یادداشت میکنین، فرم برش نشان میدین. اگر او ابراز رضایت کرده هم نوشته میکنین در کتابچه‌تان، اگر ابراز مخالفت کرده هم نوشته میکنین، اگر دلایل اضافی و کم زیاد داشته هم نوشته میکنین. این را هم که براتون راپور میسازن، راپورتان میارن به اداره تسلیم میکنن. بعد از اینکه ما با اساس راپور شما تصمیم میگیریم که چگونه با شما برخورد کنیم و با اون نفری که شما رفتیم مراجعه کردیم. بعد از اینکه تصمیم عملی شد، کار عملی رو شروع میکنیم از ماه جولای بخیر. باقی حرفی نیست نه؟ امان خدا تا دیدار.